سلام، من حسین شاه حسینی هستم، مدرس و تریدر بازارهای بین الملل. خیلی خوشحالم که میخوام در این دوره خیلی کوتاه و آموزنده کنار شما عزیزان باشم. بریم که با هم دیگه شروع کنیم دوره خوبمون. خب بریم سراغ اولین سوال. اصلا فارکس چیست؟ اگر تا به امروز فقط اسم فارکس رو شنیدی و نمیدونی چه بازاری هست، اصلا نگران نباش. در این جلسه خیلی ساده و بدون اصطلاحات پیچیده میخوام بهت توضیح بدم که فارکس چیست، فارکس چطور کار میکنه و چه چیزهایی در اون معامله میشه و پول ما از کجا وارد فارکس میشه. پس از پایه بریم شروع کنیم. فارکس مخفف این عبارت زیر هست، یعنی بازار تبادل ارزهای مختلف دنیا. در ساده ترین حالت ممکن، یعنی شما یک ارزی رو میخری و یک ارزی رو در مقابلش میفروشی. مثلا یورو در مقابل دلار آمریکا یا دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن. یه مثال خیلی ساده که بخوام براتون بزنم، فرض کنیم جفت ارز یورو به دلار داریم. زمانی که یورو به دلار معامله میکنیم، در واقع داریم ارزش یورو در مقابل دلار رو بررسی میکنیم. اگر فکر کنیم که ارزش یورو نسبت به دلار داره افزایش پیدا میکنه، بعد وارد معامله خرید بشیم. اگر فکر کنیم که داره ارزشش کاهش پیدا میکنه، باید وارد معامله فروش بشیم. یه نکته بسیار مهم که وجود داره، فارکس فقط خرید و فروش دلار نیست. در این بازار جفت ارزهای مختلفی مثل طلا، شاخصها و بعضی ابزارهای مالی دیگر نسبت به بروکر قابل معامله هستند. اما چیزی که باید از ابتدا یاد بگیرید اینه، ما قرار نیست فقط حدس بزنیم که قیمت بالا میره یا پایین. قراره در ادامه دوره یاد بگیریم که چه عواملی روی قیمت تاثیر میذارن و چطور یک معامله رو اصولی مدیریت کنیم. بازار فارکس کجاست؟ برخلاف بورس یک کشور که محل مشخصی داره، ولی بازار فارکس هیچ محل مشخصی نداره. فارکس یک بازار غیر متمرکزه و معاملات از طریق شبکه بانک‌ها، مؤسسات مالی، بروکرها و سایر فعالان بازار انجام میشه. و به همین دلیله که وقتی ما با گوشی یا لپتاپ وارد این پلتفرم معاملاتی میشیم، مستقیم وارد یک ساختمان یا تالار بورس نمیشیم. ما از طریق یک واسطه معاملاتی، یعنی بروکر، به بازار دسترسی پیدا میکنیم. و اینجاست که میرسیم به یکی از مهمترین کلمات این دوره، بروکر. بروکر در واقع واسطه‌ایه که امکان معامله کردن مالی رو در اختیار ما قرار میده. اما انتخاب بروکر موضوع بسیار مهمیه، چون قرار نیست پولمون رو به هر سایتی بدیم یا هر کسی در این اینستاگرام گفت این بروکر خوبه بریم همون بروکر رو انتخاب کنیم. در جلسه بعدی دقیقاً میریم سراغ همین موضوع حساس، یعنی بروکر چیست و موقع انتخاب بروکر به چه چیزهایی باید توجه لازم رو داشته باشید. پس امروز یاد گرفتیم که بازار فارکس یعنی تبادل ارزها، معاملات به شکل جفت ارز انجام میشن. میتوانیم از افزایش یا کاهش قیمت بسته به نوع معامله فرصت معاملاتی ایجاد کنیم و برای دسترسی به بازار از یک بروکر و پلتفرم معاملاتی استفاده کنیم. اما هنوز یک سوال مهم داریم، چطور یک بروکر مناسب رو انتخاب کنیم و از کجا بفهمیم که این بروکر قابل اعتماد هست یا نه؟ این دقیقاً میشه موضوع جلسه آینده. امیدوارم تا اینجا از جلسه اول راضی بوده باشید. منتظر جلسه بعدی باشید. لایک، کامنت، هر چی که دوست دارید بذارید.